سلام دوستان عزیز، امروز میخوایم یک ویدیوی کوتاه در بخش عملی جمع و تفریق کسرهای هام برایتان کار کنم. گوش کنیم. بعض مثال ها رو ما اینجا نوت کردیم. 2 جمع 3 بر 2 زمان که اینها را با هم حل میکنیم میتونیم گفته که اینها را با هم چی رقم میکنیم؟ ضرب میکنیم. 2 2 4 جمع صورت میشه چند؟ 2 جمع 2 4، یعنی 2 2 4 ضربش میکنیم. جمع 3 7 بر 2، جوابش 3.5 زمان که تقسیمش کنیم. یا همچنان 3 2 6 6 جمع 3 9 9 بر 2، جوابش 4.5. و اینجا دوستان عزیز میتونیم با هم بگوییم که مثلا 100 ضرب 8 800 میشه. درست است؟ جمع 100 900 900 تقسیم 100 جوابش 19. ولی میتونیم به این رقم هم بگوییم که 8 خودش باشه، اینها را با هم اختصار کو. 8 جمع 1 9 جمع ده 19. ساده بر دو طریق میتونیم یاد کنیم. 4 باشه در جای خود جمع جذر دومه 1000 گفته بودیم که 10 است. تقسیم بر 20 ما 20 با هم اختصار کو. 1 بر 2 نیم. 4 جمع 1 بر 2 یعنی میشه 4.5. 3 در جای خود باشه جذر دوم 9 3 خوانده بودیم در بخش جذرها. جذر 3 و 27 هم 3 میشه. میتونیم به دو طریق حل کنیم. 3 ضرب 3 9 یعنی 3 3 9. اینها را با هم ضرب میکنیم. 3 3 9 9 جمع 3 12. گفتم میتونیم که 12 تقسیم بر 3 جوابش 4 میشه. یا اتو بگوییم که 3 در جای خود باشه 3 تقسیم 3 1 میشه. 3 جمع 1 4. و همچنان اگر ما داشته باشم مثال بعدی 3 جمع 2 بر 10 منفی 4 بر 8 مساوی به چند میشه؟ اینها که اصلا اعداد ثابت هستند، یعنی عدد صحیح باش گفته میتونیم. 10 30 جمع 2 32 بر 10 منفی 4 بر 8 هم در جای خود باشه. اینجا میتونیم مخرج مشترک بگیریم. 8 80 یا میتونیم در بگیریم. در مخرج مشترک 10 تقسیم 8 ما چند؟ 10 تقسیم 10، چون که اینها را با هم تقسیم میکنیم. این مخرج عمومی است. تقسیم از این مخرج کسر اول 10 تقسیم 10 1 میشه. 1 ضرب 32 32 میشه. نوشته کو 32 علامت در بین دو کسر ما منفی است تا منفی نگاهش کن. 10 تقسیم 8 ما چند میشه؟ اشاری مبراه. هر عددی که برآمد میتونیم اونها را با هم بگویی خود درست است. یا میتونیم بگویی که 10 ضرب 8 800. ساده، ولی این بار باز اعداد بزرگ میشه. 10 ضرب 8 800. 100 تقسیم 10 10 ضرب 32 320.